خوږ لیدونکو بیا هم ښه راغلی. ژوند خپرونه ادامه لري تر 3:30 بجو پورې. په ژوند خپرونه کې به میلمه راسره وي او راسره شته هم دی. خپرونه کې راسره یو فعال ځوان او یو دعوتګر احمد زبیر مولانا په ژوند خپرونه کې راسره یو ځای شوی دی چې دوی سره به مخکې مې چې کومه موضوع تاسو ته یاده کړه د وسوسې په اړه به دوی سره بحث او خبرې کوو. او خوږ لیدونکو پوهیږئ چې زموږ میلمه له غزني ولایت څخه راغلی دی. غزني ولایت څخه راغلی دی. دوی سره به په دغه باندې بحث او خبرې هم کوو چې مثلا په غزني ولایت کې دی په کومو کارونو باندې مصروفه دی د دعوت ترڅنګ. همدارنګه د وسوسې په اړه به هم دوی سره بحث او خبرې کوو. سلام، زه مولانا صاحب ستړي مشئ، بخیر راغلی خپرونې ته. وعلیکم السلام خدمت شما اسف جان محترم و همکاران عزیز شما و کسانی که ما را از طریق تلویزیون بیننده است. انشالله که از گذشت روزگار در حفظ و امان الله متعال باشد، یک روز خوب و خوشی را تا این دم سپری کرده باشد. بله مولانا صاحب، در پالوی دعوت بله دیگه کدام کارا میکنید در غزنی ولایت؟ ما در پالوی دعوت خو فعلا که تصمیم کتابخانه عامه را داریم که تقریبا 80% کارش تکمیل شده و در بعضی جاها درس هم میدیم و استاد خودم استاد فن بیان هستم. بله ماشاءالله څومره ښه. په غزنی ولایت کې آب و هوا څنګه و؟ وضعیت څنګه و د آب و هوا؟ خوب است انشالله که در روز میشه نسبتا هوا گرمتر شده. بله بله واقعا. خب بیایم که شروع از وسوسه کنیم. مولانا صاحب در نخست اگر در مورد وسوسه بگوین، وسوسه خودش چی است؟ خوب گپ است، مهم هم است که باید هر کدام ما باید بدانیم. وسوسه در اصل سخن پنهان را گفته میشه در لغت و در اصطلاح امو چیزی که شیطان و نفس اماره انسان را وسواس میکند، با او انسان را آدار میکند، او را وسواس گفته میشود. وسوسه وقتی که در وجود انسان پیدا میشود از دو علت پیدا میشه که یکی از طرف شیطان است و دومی که از طرف نفس اماره است. نفس اماره این نفسی است که انسان را همیشه به شر و بدی انسان را دعوت میکند. بله وسوسه به چند بخش تقسیم شده است. وسوسه از نگاه جهان مؤثر اسلام، از دیدگاه علما به دو دسته تقسیم شده که یکی وسوسه نفسانی است و دیگر وسوسه شیطانی است. بله که آنها هر کدام آنها بسهای مختلف داره، هر کدامش یک وسواس جداگانه را برای انسان پیدا میکند. چنانچه که میایم در رابطه با تفاوت آنها صحبت میکنیم، باید ما بدانیم که این وسوسه‌ای که در وجود ما است آیا این از طرف شیطان است یا از طرف نفس خود انسان، تا با هر کدام آن به طور جداگانه برخورد کنیم. تداوی هر کدامش باید نسخه جداگانه باشد تا که ما بتونیم همو را تداوی کنیم. بله امی مولانا صاحب تشخیص میشه که کدامش شیطانی است و کدامش نفسانی است؟ بله سیکو نفس که است، امر خالد یک عالم جهان اسلام است. او میگوید مگر نفس که است یک گناه را انتخاب میکند. بله نفس که است یک گناه را انتخاب میکند که انسان را همیشه به گناه اصرار میکند. مگر اگر یک زمان تو را با گناه چند بار با تو نفس تکرار کرد، مگر این بدان که این از ناحیه نفس تو انسان است نه از ناحیه شیطان. بله اگر دیدی که به یک گناه دائم تو مبتلا هستی، این را بدان که شیطان تو را به حالت خود رها کرده. این مشکل نفس است که نفس تو انسان مسلمان نفس ضعیف است، نفسی نیست که تو را کنترل کنه. بله و برعکس شیطان که است، برای شیطان گناه فرق نداره. برای شیطان مشکل نداره، هر گناهی که تو انجام بدی او با دل و جان قبول داره. زمانی که تو یک گناه را انجام میدهی، شیطان به تو وسوسه میکند به طور مثال که امروز روزه را بخور. بله ولی تو انسان مسلمان پافشاری میکنی، این کار را انجام نمیدهی. دیگه شیطان این امی گناه را دیگه رها میکنه به دنبال گناه بعدی میره. مثال مگه تو امروز دروغ بگویی، ولی تو انسان مسلمان باز هم پافشاری میکنی، تو دروغ نمیگویی، ولی شیطان اکثریت کوشش میکند که گناه را انجام بدهی. برای شیطان فرق نمیکند. فرق عمدش هم
از نفس از وسایل شیطانی و نفسانی هم امیست. بله، زیادتر مردم میگه بر ما وسوسه پیدا شد والا از فلانی طریق بر ما پیدا شد، مثلا در نماز که استاد میشم بر ما زیاد وسوسه پیدا میشه. همین از نظر شما مثلا این نفسانی می باشه یا شیطانی می باشه؟ خب اگر انسان حالت در نماز که حالت پیش پیدا میشه، باید انسان اطمینان پیدا کنه که من در نماز در حضور رب العالمین حاضر میشم. باید همو چیزهایی را که در رو به رو ایستاده میشه در حضور رب العالمین باید آمادگی داشته باشد، مطمئن قلبی، اطمینان قلبی داشته باشد که من مثال در نماز دیگر هستم. از او واسه همین وسوسه از طرف شیطان اگر باشه، اگر از طرف نفس باشه کم میشه. خب بیشتر از طرف نفس می باشه. بله، یعنی وسوسه زیادتر از طرف از دیگاه نفس میشه، چون که نفس ضعیف می باشد. بله بله. کدام عوامل باعث تقویت وسوسه در ماه مبارک رمضان میشه؟ اول خو ضعف ایمان است. سیکو رهبرمان جناب محمد امین میگوید که در رمضان شیطان ها به قول زنجیر است. ولی چرا انسان ها مرتکب گناه می شود؟ بله، اکثریت به گناه مبتلا است. تا 30 روز رمضان را هم یک گناه را ترک کردن نمیتواند. بله. امر خالد مثال خیلی زیبا دارد و نسخه خیلی خوبی را بیان میکند. مگه ای که است مشکل نفس انسان است، مگه انسانی که از روزی که متولد شده است اگر به سن 20 و 30 رسیده است، این نفس خود را مهار کرده نتوانسته است. نفس خود را نتوانسته کنترل نکرده، نفس خود را مدیریت نکرده است. زمانی که در رمضان هم می شود میبینی که گناه پیش از انسان سر میزند. بله بله. یک مثال خیلی زیبا. یک انسان دائم دروغ میگه. بله. در حالی که سر از او کدام بوجم نیست، کدام فشارم نیست و کدام کارم نیست، ولی این انسان از دروغ گفتن خود لذت هم نمیبره. بله. این امر خالص میگه این مشکل که است از نفس انسان است که نفس خود را مدیریت کردن نتونسته است. یعنی در ماه مبارک رمضان که شیطان هم بسته می باشه، یک کس گناه میکنه، این نفسانی است. نفسانی است. 100% نفسانی است. به خاطر که نفس انسان مدیریت نکرده، نفس خود را مهار کرده نتونسته. از نفس که وقت زمانی که تو مهار نکنی، باز در رمضان و غیر رمضان دیگر نداره. بله. باید چی شوه که این نفسش مهار شوه؟ کدام کارا باید زیاد انجام بده یک انسان که مثلا نماز زیاد بخونه، استغفار زیاد بگویه، ذکر اذکار زیاد بکنه که این نفسش مهار شوه، مدیریت شوه؟ اولا خو باید از الله متعال پناه بخواد. در قبال ازی از الله متعال پناه بخواد که خداوند ما را شر ازی وسواس خلاص کنه. دومی تلاوت قرآن عظیم شان بهترین گزینه است. و سومی ذکر الله متعال را کند. چهارمی که است باید خدای نفرای همنشین خوب باشه تا که او را به وسواس مبتلا نکنه. بله، یعنی به نظرتان اندیوالام زیاد مهم است؟ خیلی نقش خیلی موثری در زندگی داره. خیلی مهم است. یک گپای خود تام بر میخوایم که داشته باشیم در این باره. پیامبر سلام دوست خوب و خراب را مثل عطر فروش و آهنگر معرفی کرده. اگر در دکان عطر فروش داخل شوی، اگر عطر را هم خریداری نکنی، یک بوی استشمام میکنی، یک بوی حتما حس میکنی و در وجودت یک بوی خوب پیدا میشه. ولی اگر در دکان آهنگری تو داخل شوی، اگر به هیچ وسایلش هم کار نگیری، حتما یک سیاگی در کالای تو پیدا میشه. پیامبر سلام مگه دوست خوب و خراب و مانند عطر فروش و آهنگر است. بله بله، واقعیت هم است که مثلا اندیوالا بسیار مهم است. بله. محیط و اجتماع چقدر تاثیر داره؟ محیط خیلی نقش موثر داره. در محیطی که زندگی میکنی دوستان است. انسانی که مثال در جامعه‌ای که زندگی میکنه با هر نوع مردم تو برخورد میکنی. اینجا مهم است که تو با چی کسایی باید برخورد کنی. و در محیطی که اگر از انسان کدام گناه سر زده باشه، باز او انسان امو جامعه امو محیط انسان را به گناه آدار میکنه. انسان را به یاد گناه میاندازد. زمانی که انسان را به یاد گناه انداخت امو جامعه، حتما از پیش انسان یک مشکل سر میزنه، حتما انسان گناه میکند. باید انسان
در برابر وساوس مقابله کنه. اول نفس خود را مهار کنه. می‌بینیم ان شاءالله در رابطه با نفسم صحبت میکنیم. بله. خب نفس خود انسان زمانی که انسان نفس خود را مهار کرد، کوشش کرد که از الله متعال پناه خواست، بدون که نفسش مهار میشه. یک اندازه امین روزایی که ما در ماه رمضان قرار داریم، امین روزه برای مهار کردن گناه و وسوسه یک سپر است. پیامبر صلی الله علیه و مگه روزه برای انسان مسلمان سپر است. وقتی که مگه اگر تو توان ازدواج نداشتی، پیامبر ایمان میگه مگه تو روزه بگیر. چرا روزه بگیر؟ چون که روزه سپر است برای شهوت یک انسان مسلمان. روزه که از شهوت انسان را از بین میبرد، کم میکند. دیگه مهمی است که انسان باید روزه داشته باشه. ولی فعلا که ما در رمضان قرار داریم، ولی باز یگانه کوشش ما این باشد که از الله متعال پناه بخواهیم و کوشش کنیم که گناهی که قبلا انجام دادیم، گناهی که پیش از رمضان انجام دادیم رو ترک کنیم. مشکلش که در رمضان ما مرتکب گناه میشیم، اونم قبلا که گناه رو انجام دادیم باز ما نفس وسوسه میکنه. بله، یعنی باید مقابله شود. مقابله شود. ابی در افغانستان نمی جوانای ما شما که میبینی، به نظرتون این دیچاره همی مشکل چی قصده؟ جوانای ما خب الحمدلله جوانای متدین و با خداست. اکثر جوانای افغانستان اهل علم است. بله. الحمدلله در این راستا خیلی کارم شده. دیگه خب بازم توصیه ما با این جواناست که با دوستای ناباب همین وساوسم که پیدا می شود، فکر کردن به گناه است. با دوستای ناباب گشتن است و فکر کنی که مثال ما با فکر کردن به گناه انسان را به گناه کردن آدار میکنه. دیگه مهم است که ما تقویه کنیم ایمان خود را تقویه کنیم. بله. خود را اصلاح کنیم، خدمت کنیم تا که امضی مشکلات، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و مگه بعضی وقتها وسوسه از قوت ایمان پیدا میشه. وقتی ایمان که افزایش پیدا میکند، شیطان مگه در این ناحیه کوشش میکند. بله. که انسان را به وسواس گرفتار کنه. پیامبر صلی الله علیه و شما نگران نباشین. خب بازم کوشش کنین. بعضی وقت از قوت ایمان پیدا میشه. بله بله بله، واقعیت محمود تو هسته. پیامتان با بیننده های ما چی هسته؟ پیام ما برای بینندگان است که تفکیک کنیم در رمضان، در همین ماه رمضانی که ما قرار داریم فعلا. امروز روز 12 رمضان است. امیر قبل از رمضان هم بررسی کنیم و تا 12 ماه رمضان را که ما سپری کرده هیرم بررسی کنیم، ببینیم که ما قبل از رمضان چگونه بودیم، عمل کردیم ما چگونه بود. آیا ما توانستیم از 12 روز رمضان استفاده کنیم؟ آیا ما توانستیم که ما گناهان را ترک کنیم؟ اگر این باشد که ما رمضان را فقط تشنگی و گرسنگیش نصیب ما شد و بس ما خود را مهار کردن نتوانیم، او دیگر برای ما سودی ندارد. بله، زیادتر کسا سر همه اکتفا میکنه، میگه ما روزه هستم، چیزا نمیخوره، فقط تاو نمیخوره، نان نمیخوره دیگه. چشمایش روزه نیست، گوشایش روزه نیست، زبانش روزه نیست. او مهم است که باید از کل تمام بدن باید روزه باشه. زنده باشی مولانا صاحب که در برنامه ما آمدی. بخیر باشی. خب لیدونکو که خبرونه که سره احمد زبیر مولانا صاحب و دعوتگر او یو فعال ځوان واقعیت ډیر په زړه پورې او خوږ بحث مو ورسره درلود. ان شاء الله نور به هم موږ کوشش کوو چې په خبرونو کې له ځان سره ولرو کوم سوالونه چې موږ سره پاتې شوي دي له دوی سره یې مطرح کړو.